اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام دوستان، مدیران، رؤسا، وزیران و رهبر عزیزم. با سلام به امام شهدا و شهیدان 8 سال دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و شهیدهای آینده. چرا گفتم شهیدهای آینده؟ برای اینکه شهیدهای آینده هم خواهند آمد. شهیدهای آینده منظورم کسایی هستن که زنده هستن و دارن تلاش میکنن برای ظهور حضرت مهدی و اینکه پرچم امام حسین رو بالا ببرن برای خدمت به مردم نه تنها ایران بلکه کل دنیا. امروز دوباره اومدم صحبت کنم در مورد مسائل قبلی که صحبت کردم، ولی مثلا اینکه کسی متوجه حرفای من نشد یا نخواست اصلا گوش بده یا اینکه اصلا براش مهم نبود، ولی اومدم امروز جدی‌تر حرف بزنم. جنگ نم داره بیداد میکنه. ببینید الان ما میدونیم که 2 تا فرشته داریم روی شونمون. این فرشته سمت راستی من داره به من میگه که باید یه کاری کرد، نه تنها برای خودم، برای خانوادم، برای کشورم، بلکه برای کل دنیا. و طبق اصول 45 ساله که از خدا عمر گرفتم و چیزایی که خانواده به من یاد داده، مادرم که فوت کردم، که امر به معروف و نهی از منکر برای اصول زندگی بسیار مهم هست و اینکه خدا رو فراموش نکنیم و کارهایی که خدا ازمون میخواد رو انجام بدیم و جلوی ظلم و ستم و جلوی بعضی از مسائل رو باید گرفت. طبق همین اصول من اومدم جلو و حرف دلمو بزنم. ولی این یکی که به قول گفتنی ها شیطانی هستش میگه که آقا تو چی کار داری که مملکت تو چه وضعیتیه؟ کار به کار کسی نداشته باش، حرف دلتو نمیخواد بزنی، کاری به کسی نداشته باش، هر اتفاقی میخواد بیفته بذار بیفته، تو هم رو نگاه کن، کیفشو ببر، به قول گفتنی ها حالشو ببر. کار به کار کسی نداشته باش، زندگیتو بکن، با روال روز حرکت کن. ولی من نمیتونم با این روال حرکت کنم. اگه بخوام به این روال حرکت کنم یعنی جهنم رو برای خودم خریدم. پس من اومدم جلو که بهشت رو برای خودم بخرم. برای من مهم نیست چه بلایی سرم میاد، چون من فقط از خدای خودم میترسم، از هیچ کس نمیترسم. جنگ نرم اتمی که همونجور که گفتم جنگ نرم اتمی اتفاق افتاده داره بیداد میکنه. جنگ نرمی که اومده از خانواده ها شروع کرده و داره ریشه هامون رو از بین میبره. ریشه یعنی چی؟ ریشه یعنی نسل، ریشه یعنی خانواده، دختر، پسر، زن و فامیلا. ریشه یعنی این، ریشه یعنی خانواده هایی که دارن از بین میرن. چرا؟ چون که یه سری از مسائل روز دنیا، یه سری مسائل روزی که تو کشور داره اتفاق میفته داره اینا رو از هم جدا میکنه. یعنی دختر پسرها رو دارن از هم جدا میکنن با مسائل مختلف روز، مثل بیپولی، نمیدونم فقر، فحشا و یه سری از مسائل دیگه دارن این کار رو انجام میدن و میخوان نسل ما رو عقیم کنن. آقا ببینید من دارم چی میگم، دارن نسلمون رو میخوان عقیم کنن. من چیزایی که تو این شهرهای کوچیک دارم میبینم و دارم میگم. همین شهر پرندی که دارم خدمتتون عرض میکنم واقعا جای دیگه خیلی تأسف داره برای اون شهرداری و اون شورای شهر و اون
ببخشید امام جمعه پرند، من نمیخواستم اسم ببرم ولی حالا مجبورم ببرم، که هیچ کار فرهنگی تو این شهر انجام نشده. البته فقط همین شهر نیست، بقیه شهرهای کوچیک هم هستش که این فقر و فحشا داره بیداد میکنه. از شهرستان ها میان اونجا و ساماندهی میشن از طریقهای مختلف و میفتن به جون جامعه و این کار شیطان داره، یعنی با قدرت این کار شیطان داره انجام میده که نسل ما رو از بین ببره. حالا ما باید چی کار بکنیم تو این قضیه؟ من با توجه به اینکه یک راننده تاکسی هستم و ون دارم و چیزایی که توی ماشینم میبینم و اتفاقاتی که افتاده، اومده بودم یه کاری شروع کردم، دیدم جواب داد، محفل قرآن رو انداختم، دیدم جواب داد، اومدم یه خورده جلوتر کارهای بهتری رو انجام دادم، دیدم واقعا مردم تحت تاثیر قرار گرفتن تو این قضیه. دختر پسرایی که بی حجاب بودن حجاب کردن و الان به این رسیدم که استاد رائفی پور میتونه این نسل سوخته یا این نسلی که داره میسوزه رو نجات بده با حرفاش، تا بفهمن که این دختر پسرای نسل ظهور هستن، ظهور حضرت مهدی، نباید از بین برن، باید خانواده ها برگردن. این شعاری که من گذاشتم، زن زندگی خانواده، برعکس اون زن زندگی آزادی که اونا درست کرده بودن، باید بیلیبورد بشه تو کل کشور دنیا. یعنی تمام پلاکارت ها، خیابون ها، اینا به زن زندگی خانواده باید یک حرکت بزرگ اتفاق بیفته تا خانواده ها بدونن که چجوری میتونن به خودشون، کشورشون کمک کنن و چه اتفاق بزرگی خانم ها میتونن رقم بزنن تو نسل ظهور و نسل ظهور بخواد به پا بخیزه. وقتی که حرف دلشو بزنه نسل ظهور به پا میخیزه. توضیحات خیلی مفصل و زیاده در مورد این قضیه‌ها و اتفاقاتی که گفتم و من به این نتیجه رسیدم که استاد رائفی پور میتونه یکی از کسانی باشه که بتونه به جامعه کمک بکنه. فقط استاد رائفی پور نه، استاد اولای قمشه‌ای که فوت کردن هم بودن، روحانی محترم حجت الاسلام پناهیان هم میتونن تو این قضیه خیلی کمک بکنن و کسای دیگه‌ای که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن و هیچ کس ازشون خبر نداره. من هم استاد رائفی پور رو که پیدا کردم، وقتی این صحبت‌های استاد رائفی پور برای مردم میذارم، واقعا مردم خیلی روشون تاثیر میذاره، خیلی به حرفاش توجه میکنن، چون از نسل خودشونه، از نسل دهه 80 هاست و خیلی روشون تاثیر میذاره که اتفاقاتی که داره میفته، داره کلاهی که داره سرشون میره، این زن زندگی خانواده میتونه دوباره این زندگیشونو تشکیل بده و جلوی فقر و فحشا و فساد و رانتو بگیره. من از رئیس جمهور کشورم درخواست عاجزانه و خالصانه دارم، از رئیس مجلس درخواست عاجزانه و خالصانه دارم، از آقای محسنی اجایی درخواست عاجزانه و خالصانه دارم که اجازه بدن و رئیس صدا و سیما که آقای رائفی پور بیاد تو تلویزیون پخش زنده با مردم صحبت کنه در مورد همه این اتفاقاتی که من دارم میگم. شاید ایشون یه خورده تند باشن، ولی خب من تندیشی که اونجور که من متوجه شدم فهمیدم که جلوی فساد و اینا رو میخوام بگیرن. خب درسته کسی حالا یا وزیر بوده یا معاون مجلس بوده تو این زمینه کاری انجام داده که ایشون تحت تاثیر قرار گرفتن، حرف زدن دلیل نمیشه که ایشون از دور خارج کنن. الان تنها کسی که میتونه به نظر بنده حقیر جلوی سوخته شدن این بچه‌ها رو بگیره و پرچم امام حسین رو ببره بالا و کار بزرگی رو انجام بده، مثل آقای رائفی پور هستن، چون با نسل آشنا، با اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون آشنای و میتونه کار بزرگی رو انجام بده. پس اجازه بدید آقای رائفی پور بیاد تو تلویزیون و رسانه پخش زنده با مردم حرف بزنه، با دختر پسرها حرف بزنه و این اتفاق رقم بخوره تا خودتون ببینید بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد.
و مردم و دختر پسرها چه رویه‌ای را انتخاب میکنن، چه کاری را انجام میدن، چه جوری حجاب خواهند کرد. وقتی بفهمن چه از طرف ماهواره‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای که همین مثلا همین اینستاگرام که فقط دنبال قرتی بازی و لخ کردن و اینا هستن دارن اینجوری از بین میبرنشون و بعد از ببخشید مثل دستمال پاره پرتشون میکنن بیرون، اینا نسل ظهور هستن و اگر میخواید جزو نسل ظهور باشی باید مثل بچهای نسل ظهور عمل بکنی. حرف برای گفتن زیاده و مطمئنم همینایی هم که گفتم شاید نصفش سانسور بشه اصلا پخش نشه، ولی استاد رائفی پور تنها و استاد پناهیان و امثال این آقایون کسایی هستن که میتونن به این جامعه و این نسل کمک کنن و پرچم امام حسین رو بالا ببرن و نسل ظهور رو آماده و احیا کنن. پس ازتون خواهش میکنم اجازه بدید این اتفاق بیاد. من از رهبرم خواهش میکنم. الان همین فرشته داره به من میگه که از رهبر بخواد، چون رهبر عزیز این کارو خواهد کرد. اگر کسی هم حرفشو گوش نده، رهبر مجبورن حرفشو گوش بدن، چون فرمانده کل قواست، عزیز دل همه ماست. پس خواهش میکنم ازتون این اتفاق رو رقم بزنید و اجازه بدید که ایشون تشریف بیارن تلویزیون، پخش زنده، روزی 2 ساعت موقعی که مردم تو خانواده جمع هستن بشینن صحبت کنن و با مردم صحبت کنن، با دختر پسر صحبت کنن. بیشتر از این حرف نمیزنم، ولی اگر این اتفاق نیفته خدای نکرده و کسی به حرفای من گوش نکنه، مجبورم موقع خودم اقدام بکنم. چیکار میکنم؟ خودم بلند میشم میرم میدون ولیعصر، با همین ماشین در به داغونم 4-5 تا باند ضبط و اینا همه رو برمی‌دارم میبرم اونجا، روشن میکنم، با صدای بلند سخنرانی استاد رائفی پور رو میذارم برای مردم گوش بدن و اون موقع دیگه از من انتظار نداشته باشید که چه اتفاقی میخواد بیفته، چون شما خودتون نخواستید که مردم آگاه بشن، مردم بیدار بشن و بفهمن که دور و برشون چه خبره، مخصوصا دختر پسرای نسل جوان و نسل ظهور. بیشتر از این حرف نمیزنم. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشین و دختر پسرامون و خانواده هامون روز به روز روزهای خوب و بهتری داشته باشن، با تمام این سختی ها و گرونی ها و اینا بهتر بتونن زندگی کنن، بهتر فکر بکنن به آیندهشون، به زندگیشون و خودشون رو از بین نبرن. که شما نسل ظهور هستید، بیدار شید که الان موقع بیدار شدنه. با توجه به این اتفاقات تو غزه داره میفته و این کشته های دختر پسرای و اتفاقات دیگه و تو اوکراین و جاهای دیگه، حالا من نمیخوام زیاد بازش بکنم، تو کشور ما هم اینجوری داره اتفاق میفته و میخوان نسل رو از بین ببرن. یا علی یا حق، من الله من التوفیق. خدایا ما حرف دلمون رو زدیم، امیدوارم که گوش شنوایی باشه. روز بخیر. یا علی یا حق.